بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد ربي حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستانی معزز و مکرم، بینندگان محترم شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستم در قسمت 69 برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی. چند قسمت گذشته این برنامه ما در مورد نمازهای نفلی بود و گفتم که نمازهای نفلی یا تطوعی شامل تمام نمازهای می شود که غیر از نمازهای فرضی پنجگانه هست. پس نمازهای نفلی یا تطوعی شامل نمازهای سنتهای راتبه و سنتهای غیر راتبه و شامل نماز ویتر و نماز تراویح و نماز قیام اللیل و نماز تحیت المسجد و نماز ضحا یا چاشت و عام نوافلی که در شب و روز خوانده می شود. نماز نفلی آن را در بر می گیرد و در دو سه قسمت گذشته در مورد احادیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد ترغیب درباره خواندن نوافل وارد شده، در مورد ترغیباتی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در خواندن نوافل وارد شده و ثواب و اجری که پاداشتی کسی می شود که ملازمت به خواندن نوافل میکند و همچنین در مورد احکام و آداب و فضائل سنتهای راتبه و سنتهای غیر راتبه و همچنین در مورد احکام و فضائل و برتری های نماز ویتر در سه چهار قسمت گذشته خدمت شما بودم و این احکام را در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیان کرده بودم و این قسمتی از برنامه ما هم ادامه مطلب سابق است و در این قسمت ان شاء الله تعالی در مورد یک نمازی از نمازهای نفلی دیگر که نماز شب است یا قیام اللیل است، در این مورد در مورد حکم قیام اللیل که در چه حکم دارد، حکم نماز تهجد در که با پیغمبر صلی الله علیه و چه حکم داشت و با امت چه حکم دارد و همچنین در مورد فضیلت و برتری های نماز قیام اللیل و ثمرات و نتیجه نماز قیام اللیل و همچنین درباره اینکه اسبابی که انسان را به قیام اللیل وادار می‌سازد یا اعانت و کمک میکند، در مورد از این در این حلقه به حول قوت الله ان شاء الله خدمت شما هستم. در مورد قیام اللیل گفتم که قیام اللیل هر نمازی را گفته می شود که بعد از خواندن نماز عشاء خفتن تا به طلوع صبح صادق خوانده می شود، این نماز را قیام اللیل گفته می شود. پس قیام اللیل عام است، شامل نماز ویتر و شامل نماز تهجد و شامل نماز تراویح در ماه مبارک رمضان می گردد و اما تهجد که است خاص است، چون تهجد گفته می شود، تهجد گرفتش از هجود و هجود در لغت عربی به معنای خواب است و معنای تهجد است یعنی خیستن از خواب، القیام من الهجود یا اینکه الاستيقاظ من الهجود، بیدار شدن از خواب. نمازی که بعد از اینکه انسان خواب میشه یک فتره از شب را، یک حصه شب را، دو حصه شب را در نیم شب یا در حصه آخر شب میخیزد چند رکعت نمازی که میخواند، این نماز را به نام تهجد یاد کرده میشود. اما قیام اللیل هر نمازی که بعد از خفتن تا طلوع صبح صادق خوانده شود او را به نام قیام اللیل یاد میکنه که چه نماز ویتر باشد و چه چند رکعتی که انسان قبل از ویتر بعد از نماز خفتن میخواند یا اینکه قبل از خواب کردن چند رکعتی که میخواند او را قیام اللیل و همچنین در ماه مبارک رمضان نماز تراویح همه را قیام اللیل شامل میشود. در مورد حکم نماز تهجد علما قولشان این است که نماز تهجد در حق امت یا در امت برای امت سنت و مستحب است و اما برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم واجب بود، چون آیاتی بر این امر دلالت میکند که الله متعال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را امر به قیام اللیل یا به نماز تهجد میکند. از جمله اولین
از جمله اول آیاتی که در شروع اسلام و پیغمبر صلی الله علیه و نازل شده بود، آیات اولی سوره مزمل که الله متعال میفرماید، یا خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید یا ایها المزمل قم الليل الا قلیلا، ای مرد جامه پوش که مطلب از او رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، تو شب را قیام کن مگر اندک آن را. و این امر است بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و امر الله متعال دلالت به وجوب میکند. لذا علما گفتن که قیام اللیل یا نماز تهجد برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم واجب بود. و همچنین الله متعال در سوره اسراء میفرماید که و من اللیل فتهجد به نافلة لک، خطاب بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میکنه که ای رسول اکرم تو در شب نماز تهجد را انجام بده، نافلة لک. این نماز تهجد یک حکم و یک واجب اضافی است بر بالای تو، علاوه بر نمازهای پنجگانه، علاوه بر اینکه نمازهای پنجگانه بر بالای تو و بر بالای امتی تو فرض واجب است، و این نماز تهجد یک واجب اضافگی علاوه بر آن نمازهای پنجگانه بر بالای تو ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم واجب است. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه از طرف شب 11 رکعت نماز تهجد را انجام میدادند که 8 رکعت آن نماز تهجد یا قیام اللیل می بود و 3 رکعت آن نماز ویتر. و این مطلب در احادیث متعددی ثابت است، از جمله حدیثی که امام بخاری از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکند که ایشان فرمودند ما کان النبی صلی الله علیه و سلم یزید فی رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. که حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرمایند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چه در رمضان و چه در غیر رمضان از طرف شب از 11 رکعت نماز بیشتر نمیخواندند، که 4 رکعت نماز میخواندند و بعد از او راحت میکردن و بعد از او 4 رکعت نماز دیگر میخواندن و بعد از او راحت میکردن و بعد از او 3 رکعت نماز ویتر را میخواندن. و حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرمایند که فلا تسأل عن حسنهن و طولهن، که از حسن و زیبایی این 4 رکعت نماز و از درازی این تو سوال نکن، که بیرون از قدرت و از تصور بود زیبایی و درازی این 4 رکعت نمازی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میخواندن. و پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چه در رمضان و چه در غیر رمضان 11 رکعت نماز میخواندن، لیکن طول قیامشان در رمضان بیشتر بود، به اندازه بود که تقریبا اکثر شب رمضان را این 8 رکعت که با 3 رکعت ویتر در بر میگرفت. و همچنین حدیث متفق علیه است که حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرمایند که کان النبی صلی الله علیه و سلم یقوم من اللیل حتی تتفتر قدمه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این به این اندازه طول قیام میکردن در شب که پاهای مبارکشان ورم میکرد. یعنی این 8 رکعت را یا این 11 رکعت را اینقدر طولانی میخواندن، اینقدر قیام طولانی میکردن که پاهای مبارکشان ورم میکرد. و امام ترمذی همچنین از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنه که ایشان فرمودن ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یصلی من اللیل 11 رکعه یوتر منها برکعه، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از طرف شب 11 رکعت نماز میخواندن که در آخر با 1 رکعت نماز ویتر میکردن. این 1 رکعت نماز را طاق یا ویتر فردی میخواندن که 10 رکعت نماز را زوجی 2 رکعت میخواندن که با 5 سلام و در آخر 1 رکعت نماز را فردی یا ویتر انجام میدادن. و همچنین این هم ثابت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اگر به خاطر کدام مرضی نماز قیام اللیل یا نماز تهجد را انجام نمیدادن یا خوابشان میبرد انجام نمیدادن، از طرف روز این را قضای این را می آوردن، اما از طرف روز 12 رکعت میخواندن، چون در روز ویتر نیست، نماز 1 رکعتی نیست، آن 1 رکعت را زوجی انجام میدادن که 12 رکعت میشد. و این مطلب هم در حدیثی که امام مسلم از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت کردن ثابت است که ایشان میفرمایند کان النبی صلی الله علیه و سلم اذا فاتته الصلاة من اللیل من وجع او غیره صلى من النهار 12 رکعه، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اگر نماز قیام اللیل را نماز تهجد را به خاطر خواب که ایشان در خواب می رفتند یا به خاطر مریضی انجام نمیدادند، از طرف روز آن را 12 رکعت نماز انجام میدادند.
و در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ترغیب برای قیام اللیل آمده و امت خود را ترغیب کردن و فضائل و برتری های برای قیام اللیل بیان شده که از جمله فضائل و برتری های نماز قیام اللیل، نماز شب این است که قیام اللیل یا نماز شب بهترین نماز است که بعد از فرضهای پنجگانه انجام داده می شود. افضل ترین نماز نفلی یا برترین نماز نفلی بعد از نمازهای فرضی نماز قیام اللیل یا نماز شب است که در او نماز تهجد هم شامل است و نماز ویتر هم شامل است و هر نمازی که انسان از نماز خفتن بعد نماز خفتن یا بعد نماز عشاء تا طلوع فجر میخواند شامل این فضیلت میگردد. امام مسلم از صحابی جلیل القدر حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند افضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل، بهترین نماز بعد از نماز فرض بعد از فرضهای پنجگانه نماز شب است. و همچنین در روایت دیگری امام مسلم از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که رسول اکرم که ایشان فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم سئل ای صلاة افضل بعد المکتوبه، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از ایشان پرسان شد، صحابه کرام از ایشان پرسان کردند که بعد از نمازهای فرضی افضل ترین و برترین و بهترین نماز کدام نماز است؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند الصلاة فی جوف اللیل، آن نمازی که در شکم شب یا در نیم شب خوانده می شود. هر نمازی که در خوانده می شود در نیم شب آن نماز بهترین نماز است بعد نمازهای فرضی، چون نیم شب یا شب نماز شب نماز است که انسان زیادتر انسان را به پروردگار خود نزدیک می کند و نماز است که انسان از مشکلات دنیا و از مشکلات زندگی که در روز برش پیش میشد در شب اینقدر زیاد نمی باشد و شاید متوجه نماز خود میگردد و این نماز انسان را به پروردگارش زیاد نزدیک میکند. امام ترمذی رحمت الله علیه از صحابی جلیل القدر عمرو بن عبسه روایت میکند که ایشان فرمودند که ما از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اقرب ما یکون العبد من الرب فی جوف اللیل الاخیر، که زیاد که بنده به پروردگار خود را نزدیک میکند در حصه آخری شب است، که وقتی که در حصه آخری شب میخیزد به درگاه الله متعال نماز میخواند، در این وقت این انسان این بنده زیاد خود را به پروردگار خود نزدیک میکند. و همچنین از جمله فضائل و برتری های نماز شب این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی به خاطر بخواندن از این ترغیب کردند و کسی که این نماز را میخواند او را به نعم الرجل یا بهترین انسان تعبیر کردند که اون انسان بهترین انسان است. در حدیث متفق علیه که از صحابی جلیل القدر عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند برایشان فرمودند که یا عبدالله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، ای عبدالله بن عمرو تو مثل فلانی شخص نباش که شب میخیز نماز میخواند و بعد از او قیام اللیل یا نماز شب را ترک کرد. یعنی تو ترغیب است برای عبدالله بن عمر که فلانی شخص که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر که از او ستر کرده باشد نام نمیبرد، که میگه فلانی شخص یک شخصی نماز قیام اللیل را انجام میداد بعد از او ترک کرد، تو مثل از او نباش، با قیام اللیل مداومت بده. و همچنین در حدیث دیگری که امام بخاری رو روایت میکند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با صحابی جلیل القدر عبدالله بن عمر رضی الله عنهما میگه که نعم الرجل عبدالله لو کان یقوم من اللیل، که عبدالله بن عمر بهترین انسان است اگر شب بخیزد قیام اللیل را انجام بدهد، اگر این کار را بکند او بهترین انسان است. و عبدالله بن عمر میگه که بعد از اینکه این سخن را من از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم تا آخرین عمر خود من قیام اللیل را یا نماز شب را ترک نکردم و همیشه در این کار مداومت کردم و نماز شب را همیشه میخواندم. و این هم ترغیب از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر خواندن نماز شب یا انجام دادن نماز قیام اللیل. و بعد از دیدن یک میان برنامه کوتاه دوباره خدمت شما دوستان عزیز هستم با بیان فضائل و برتری های دیگری از نماز قیام اللیل. با ما باشید. النبي أولى
وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش مادران مؤمنانند. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد هستم خدمت شما بینندگان معزز و مکرم. و از جمله فضائل و برتری های نماز شب یا قیام اللیل یا نماز تهجد این است که الله متعال در قرآن کریم یکی از صفات مؤمنین و بندگان نیک و بندگان برتر خود این را بیان میکند که آنها در نیم شب خسته در بدرگاه الله متعال قیام میکنند و نماز تهجد یا قیام اللیل را انجام میدهند. در سوره فرقان وقتی که الله متعال صفات بندگان نیک خود را بیان میکند که و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، در ادامه میفرماید که والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. بندگان نیک رحمان الله متعال این است که شب زنده‌داری میکنند در بدرگاه الله متعال در حالتی که سجده کنان و رکوع کنان هستند. در حالت سجده و رکوع شب خود را به درگاه الله متعال زنده میکنند و نیم شب میخیزند و به درگاه الله متعال نماز میخوانند. و همچنین در سوره سجده در وصف مؤمنین میفرماید که تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا. بندگان مؤمن و نیک من کسانی هستند که نیم شب پهلوهای خود را از خوابگاه های خود بلند میکنند، خواب خود را دور میندازند و از خواب شیرین بر میخیزند و به درگاه الله متعال نماز میخوانند. و در سوره زاریات در وصف مؤمنین میفرماید که کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون. مؤمنین بندگان نیک الله متعال کسانی بودند که کمی از شب را خواب میکردند، اکثر شب میخستند به درگاه الله متعال نماز میخواندند. و این وصفی از اوصاف بندگان نیک الله متعال بیان شده تا ترغیب باشد برای ما مسلمان ها به خاطر انجام دادن این عبادت بالا و والا. و همچنین از فضائل و برتری های نماز شب یا قیام اللیل این است که شب چون وقت اجابت دعاست و کسی که نماز قیام اللیل را انجام میدهد دعا میکند، الله متعال دعای از او را به درگاه خود قبول میکند. و این مطلب در حدیثی که امام احمد و امام نسائی الصحابی جلیل القدر ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت میکنند بیان شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ینزل رب فی کل لیلة الى سماء الدنیا فیقول. هر شب پروردگار تبارک و تعالی همچنان که لایق شأن و لایق شأن اوست با آسمان دنیا پایان می شود و می گوید هل من سائل فاعطیه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب علیه حتی تطلع الفجر. که الله متعال همچنان که لایق از اوست به آسمان دنیا پایان میشه هر شب و میگوید که آیا کسی هست که از من سوال کند و من سوال از او را برای از او بدهم؟ آیا کسی هست که از من طلب مغفرت بکند و من گناهان از او را ببخشم؟ آیا کسی هست که به درگاه من توبه بکند از آنچه که او کرده، ندامت بکند، توبه بکند و من توبه از او را قبول بکنم؟ و این کار ادامه دارد هر شب تا که صبح صادق طلوع میکند. و همچنین از جمله فضائل و برتری های قیام اللیل نماز شب این است که قیام اللیل یا نماز شب شرف و عزت است برای انسانی مسلمان، که انسانی مسلمان عزت و شرف خود را از قیام اللیل به دست میارد. امام بیهقی و همچنین امام حاکم روایت میکند که حضرت جبرئیل بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت واعلم ان شرف المؤمن قیامه باللیل و عزه استغناؤه عن الناس. بدون ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که شرف مؤمن در این است که شب
قیام کند به درگاه الله متعال و نماز بخواند. و عزت مؤمن در این است که آنچه که در دست دیگران است از او خود را غنی بداند و چشم خود را به دست دیگران، به آنچه که در دست دیگران است نبندد. و این برتری هایی که نماز شب که از این برتری ها برخوردار است، چون ثمرات و فوایدی دارد که برای کسی که شب میخزد و به درگاه الله متعال نماز میخواند و عنایش میکند، ثمرات و نتیجه هایی است که برای از او نصیب می شود. از جمله این ثمرات، از جمله این فواید این است که چون شب وقتی اجابت دعاست و کسی که شب میخزد به درگاه الله متعال نیایش میکند و نماز میخواند، الله متعال دعای از او را قبول میکند. و این مطلب در حدیثی که امام بخاری روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من تعار فی اللیل فقال لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر ثم قال اللهم اغفر لي او دعا استجیب له. کسی که شب خلوت میکند، همه خواب هستند، میخزد به درگاه الله متعال نماز میخواند و میگوید که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. بعد از اون میگه که اللهم اغفر لی، ای بار اله گناهان من رو ببخش، او دعا، یا هر دعایی که مناسب حالی از او باشد دعا میکند، استجیب له، دعای از او مورد استجابت درگاه الله متعال قرار میگیرد، الله متعال دعای از او را قبول میکند. و همچنین امام مسلم از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. در شب یک ساعتی هست که وقتی که انسان مسلمان اون ساعت را در میابد و به درگاه الله متعال نیایش میکند و از الله متعال خیر دنیا و آخرت خود را میخواهد، دست دعا به درگاه الله متعال بالا میکند و هر آنچه که در خیری از اوست در دنیا و آخرت او را از الله متعال میخواهد، الله متعال دعای از او را استجابت میکند و سوال از او را برای از او میدهد. و این در هر شب است، این ساعت در هر شبی از شبهای سال هست. در هر شبی از شبهای سال یک ساعتی است که ساعت استجابه دعاست، وقتی که انسان مسلمان آن ساعت را در میابد و در آن ساعت به درگاه الله متعال هر سوالی که میکند الله متعال سوال از او را قبول میکند. و این ثمره یا فایده از فواید قیام اللیل است. و همچنین از جمله فواید یا ثمرات قیام اللیل این است که قیام اللیل، نماز شب، سبب می شود که انسان به آنچه که مرام بزرگ هر مسلمان است که داخل شدن جنت است، او مرام را به دست بیارد. و این نماز شب یا قیام اللیل سبب دخول جنت می شود برای این شخصی که در نیم شب می خیزد به درگاه الله متعال نیایش میکند که نماز میخواند. امام مسلم از صحابی جلیل القدر عبدالله بن سلام روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: ایها الناس افشوا السلام و اطعموا الطعام و صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. ای مردم، شما این چند کار را بکنید. اول اینکه افشوا السلام، شما سلام را در بین خود انتشار بدهید، افشا بکنید، یعنی سلام به هر کس که میشناسد نمیشناسد شما سلام بدهید. و اطعموا الطعام، کار دوم این است که شما طعام بدهید، انسان نانده باشید، میمان را عزت کنید، با فقرا و مساکین و مستمدین طعام بدهید و آنها را نان بدهید. و صلوا باللیل و الناس نیام، و کار سوم اینه که شما از طرف شب نماز بخوانید در حالی که مردم خواب هستند. وقتی که این سه کار را شما کردید تدخل الجنة بسلام، به سلامتی داخل جنت میشوید. و همچنین امام طبرانی و امام حاکم روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان فی الجنة غرفا یرا ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ترغیب صحابه گفتند که در جنت این تو قصرهایی است که از بیرون داخلی از او دیده می شود و از داخلی از او بیرون هم دیده می شود، که یعنی مثل قصرهای شیشه‌ای بوده باشد، به شکل قصرهاست. صحابه کرام فرمودند که لمن یا رسول الله، این قصرها برای کی در جنت آماده شده؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که لمن اطاب الكلام و اطعم الطعام و بات قائما و الناس نیام، برای کسی که
همیشه سخن نیک و سخن خوب میگوید، سخن بد در زبان از او نیست، همیشه در زبان از او سخن خوب است. و برای کسی که نانده هست، طعام میدهد برای مهمان خود، برای فقرا، برای مساکین، برای همسایه های خود نان میدهد، انسان نانده هست. و برای کسی که در نیم شب میخیزد نماز میخواند در حالی که مردم خواب هستند. و همچنین از جمله فواید و برتری ها و ثمرات قیام اللیل یا نماز شب این است که در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چند فایده های دنیوی و اخروی برای قیام اللیل بیان میکند و او حدیث را امام احمد و امام حاکم روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند علیکم بقیام اللیل فانه دأب الصالحین من قبلکم، شما قیام اللیل را بر خود ملزم بگردانید، همیشه نماز قیام اللیل را انجام بدهید، چون این عادت مردمان نیک قبل از شما بودند، مردمان نیکی که در امتهای سابقه قبل از شما بودند و اونها این عادت را داشتند. چون به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه از این قیام اللیل چند ثمره و چند فایده است. فایده اول این که میگه که قربة الی الله، فایده اول این قیام اللیل این است که انسان را به خدا نزدیک میکند، انسان را به خدا نزدیک میکند. و فایده دومش و مکفرة للسیئات، گناهان انسان را میبخشد، این سبب بخشش گناهان انسان میگردد. و منهات عن الاثم، فایده سومش این است که انسان را از گناه ها منع میکند. وقتی که انسان مسلمان در شب میخیزد نماز میخواند، این نماز سبب میشود که انسان در روز گناهی انجام ندهد. و مطردة لداء الجسد، و این فایده اخیر فایده دنیوی است برای این شخص که نماز شب سبب میشود که سبب دور کردن مریضی ها و بیماری های جسم و جسد انسان میگردد، که مریضی های در جسم عزیز به سبب این نماز قیام اللیل از جسم از او دور می شود. و همچنین از جمله فواید و ثمرات قیام اللیل این است که قیام اللیل سبب رحمت الله متعال است، که کسی که شب میخیزد نماز میخواند این فایدهش این است که رحمت خداوند متعال شامل حال این شخص میگردد. و این مطلب در حدیثی که امام ابو داود و امام نسائی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند رحم الله امرأ قام من الليل فصلى ثم ایقظ اهله فصلت فإن ابت نضح على وجهها الماء. خداوند متعال آن شخصی را، آن مردی را رحم کند، رحمت خود را شامل آن مردی بگرداند که نیم شب میخیزد نماز میخواند و بعد از او اهل خود را، خانم خود را یا فامیل خود را بیدار میکند و او را هم وادار به این میکند که نماز قیام اللیل را انجام بدهد و او اگر از خواب نخست آبی بر بالای از او پاش میدهد که او بیدار شود و نماز قیام اللیل را بخواند. و بعد از او میفرماید که و رحم الله امرأة صلت من الليل فقامت من الليل فصلت ثم ایقظت زوجها فصلت فإن ابت نضحت على وجه الماء. و همچنین رحمت خداوند شامل حال آن خانم و آن زنی گردد که شب بخیزد نماز بخواند و بعد از او شوهر خود را هم بیدار کند و وادار به این بکند که شب خیزد نماز بخواند و اگر شوهرش بیدار نشد بر بالای روی از او آبی بپاشد تا که او بخیزد و نماز شب را انجام بدهد. و همچنین از جمله فواید و ثمرات نماز شب این است و این فایده خیلی مهم است و او اینکه نماز شب سبب می شود برای اینکه مسلمان ها بر سر دشمن های خود غالب بگردانند. چون شخص مسلمان وقتی که میخیزد نیم شب نماز میخواند به این معنا که بر بالای شیطان خود غلبه پیدا کرده، شیطان خود را نگذاشته که او را در خواب غفلت نگاه بدارد. و شخص وقتی که انسان بر بالای شیطان نفس خود غلبه پیدا میکند میتواند که بر بالای دشمن خود هم غلبه پیدا کند. لذا امام وهب بن منبه روایت میکند که وقتی که مسلمان ها فتوحات زیادی را انجام دادند در بلاد روم و جیش روم یا لشکر روم یکی پشت دیگر شکست خوردند در مقابل مسلمان ها، قیصر یا ملک روم لشکرهای خود را با عظما و بزرگای روم جمع کرد و گفت که سر در این چی است که جیش ما در مقابل جیش مسلمان ها زیاد است، لشکر ما در مقابل نظر زیاد است
و سلاحی که ما داریم در مقابل از او چند زیاد است. بازم لشکری ما در مقابل مسلمان ها شکست میخورد. یکی از این عظما و بزرگان روم بالا شد، گفت من سری از این را میفهمم. سری از او این است که مسلمان ها انهم یقومون اللیل و یصومون النهار و یقومون اللیل. سری از این است که این مسلمان ها روزه هستند و شب را در قیام اللیل سپری میکنند. و همچنین قائد بزرگ اسلام نورالدین زنکی وقتی که در مقابل صلیبی ها در مقابل از او شکست خوردن در جنگ های زیادی و شهرهای زیادی اسلام را از صلیبی ها گرفت، به حوزه اسلام داخل کرد. صلیبی ها جمع شدن و گفتن که سری از این چه است که ما در مقابل نورالدین زنکی شکست میخوریم و در حالی که هیچ لشکری ما در مقابل لشکر از او قابل مقایسه نیست و سلاح ما در مقابل سلاح از او قابل مقایسه نیست و ما در هر چیز ما از او کده زیاد هستیم. و در اینجا هم بزرگانی از این صلیبی ها گفتن که به خاطر از اینکه انما یظهر علینا و ینصر بالدعاء و صلاة اللیل، سر اینکه نورالدین زنکی در تمام این جنگ ها بر بالای ما کامیاب می شود این است که همیشه دعا میکند و همیشه از طرف شب خسته نماز میخواند و این کاری از این سبب می شود که ما در مقابل از او شکست میخوریم و او در مقابل ما همیشه پیروز است. خداوند متعال برای ما و شما هم توفیق عنایت فرماید که بتانیم که نماز قیام اللیل را انجام بدهیم تا که از این ثمرات و از این فواید برخوردار شویم. و اسباب علما ذکر کردن برای از که بتواند که انسان قیام اللیل را انجام بده. بعضی اسباب ظاهری است و بعضی اسباب باطنی. از جمله اسباب ظاهری علما این را گفتن که انسان از طرف شب نان زیاد نخورد، چون وقتی که معده زیاد پر می شود نمیتواند که انسان نیم شب بخیزد یا آخر شب بخیزد نماز بخواند. کم خوردن سبب می شود که انسان بیدار شود و نماز شب را انجام بدهد. و همچنین از جمله اسباب این است که انسان کوشش کند که نماز خواب قیلوله که از جمله خوابهای سنتی است که 1 ساعت قبل از ظهر یا 1 ساعت بعد از ظهر بخوابد و این سبب می شود که در شب هم بیدار شود و نماز شب را انجام بدهد. و همچنین از جمله اسباب ظاهری این است که انسان بدون موجب بعد از نماز خفتن شب بیداری نکند و بعد از نماز خفتن اگر کاری نداشته باشد باید بخوابد. در الا اینکه اگر کاری امور دینی یا اموری که متعلق بر دین بوده باشد اشکالی ندارد، اما بیهوده شب بیداری نکند. و همچنین از جمله امور ظاهری یا اسباب ظاهری این است که انسان در روز مرتکب گناه نشود. وقتی که انسان در روز مرتکب گناه می شود خداوند متعال از او توفیق شب خستن را سلب میکند و میگیرد. وقتی که انسان در روز گناه نمیکند خداوند متعال در شب برای از او توفیق میدهد که شب زنده داری کند و شب بخیزد و به درگاه الله متعال نیایش کند. و از جمله اسباب و وسایل باطنی این است که انسان قلب خود را از هر نوع حقد و کینه پاک کند. وقتی که انسان قلبش را در مقابل مسلمان ها از هر نوع کینه پاک میکند خداوند متعال برای از توفیق میدهد که شب بخیزد و نماز بخواند و به درگاه الله متعال نیایش کند. و همچنین از اسبابش این است که انسان حالت صحابه و سلف صالح را زیاد مطالعه بکند و سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله زیاد مطالعه کند که چه قسم شب میخستند و نماز میخواندند و احادیثی که در مورد فضیلت قیام اللیل آمده و احادیثی که ثمرات و فواید از او را بیان میکنند احادیث را مطالعه بکند و این سبب میشود که انسان تشویق شود و به قیام اللیل و بخیزد شب نماز بخواند. و همچنین از جمله اسبابش دوست داشتن و محبت الله متعال و قوت ایمان که انسان کوشش کند که ایمان خود را قوی بسازد و محبت الله متعال در قلب خود جای دهد تا که بتواند که الله از طرف شب بخیزد و چند رکعت نماز به درگاه الله متعال بخواند. و این اجر و پاداش و ثواب و ثمراتی که در این احادیث خدمت شما عرض کردم خود را به این پاداشها و به این ثمرات نایل بگرداند. و در اینجا وقت برنامه ما به پایان میرسد و با تا قسمت آینده با شما خداحافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.